اطفال نازنین و دوست داشتنی سلام. خدا کنه جور و صحتمند باشین. میفهم که در چند روز بی صبرانه منتظر قسمت دوم قصه هستین. ما شما در کجا رسیده بودیم؟ به یاد دارین؟ حتما به یاد دارین. ما رسیده بودیم به این قسمت قصه که پریگک بالای کوههای مقابلش کمان رستم را دید. یک سر کمان رستم به سر یک کوه و آخرش به قله بلند کوه دیگه معلوم می شد. پریگک هم بالهایش را به طرف همو کوه حرکت آورده به طرف کمان رستم در حال پرواز شد. اما قدر به یاد دارین که پریگک به طرف بالایش به حرکت آورد و به طرف کوهی که در اوج کمان رستم مقبول با 7 رنگ مقبول معلوم می شد چی شد؟ به پرواز شد. خب حالا ببینیم که پریگک کوچک چی کرد. وقتی که اوجا رسید چی کرد؟ پریگک مقبول در کمان رستم نشست و گاز خورد. اوه چقدر مقبول در کمان رستم گاز خورده. پریگک کوچک در کمان رستم نشست و گاز خورد. از رنگ‌های کمان رستم بسیار خوشش آمد. خب ببینیم که باز چی کرده باشه ای پریگک بسیار مقبول و هوشیار. از جیب خود دستمال ابریشمی را بیرون کرد. در رنگ‌های کمان رستم آن را غوطه کرد و پرواز کرد. دوباره پرواز کرده. از جیب خود دستمال ابریشمی را بیرون کرده و در کجا غوطه کرده؟ در رنگ‌های مقبول کمان رستم. چرا غوطه کرده؟ به خاطر که او رنگ‌ها خوشش آمده. اینه ببینین در دستایش دستماله چقدر مقبول است. دستمالکش چقدر مقبول است. این پریگک ما چقدر مقبول معلوم میشه. ببینیم که باز چی کرده. شما هم فکر کنین بعد از این چی کرده باشه. خب از کوها گذشت. وقتی که باز پرواز کرده از کوها گذشت. دفعتاً چشمانش به یک باغ سبز خورد. در باغ درختان سبز و زیبای میوه‌دار و بدون میوه و گل‌های رنگارنگ دیده میشد. بسیار خوشش آمد. پریگک به ناز از هوا به طرف باغ پایین آمد تا که به باغ رسید. در چمن سبز باغ نشست. ببینین چقدر جای مقبول است. 4 طرفش گل هاست و این پریگک چقدر مقبول معلوم میشه. اینجا نشسته و 4 طرفش گل هاست، میوه هاست، درخت های سبز است. خب ببینیم که بعد از چی کرده باشه این پریگک مقبول ما. از پاهایش پیزارهای زیبای زرین را در آورد. یعنی همین پیزارهای زرینه که به پایش بود ایره از پاهای خود کشید و با پاهای برهنه یعنی پاهای لچ با پاهای برهنه در چمن به دویدن شروع کرد. خوشبویی و عطر گلها و درختان باغ را بو کرد و قلبش باغ شد. چقدر خوب معلوم میشه. ببینید حال دوش از پاهای شاملوچ است. پیزارهای خدا کشیده و در باغ میدوه. ببینیم که باز چی کرده باشه این پریگک هوشیار ما. در باغ روان شد و درختان و گلهای باغ سلام کرد. یک درخت بزرگ با شاخه های زیاد را دید. شاخه های درخت پر از میوه بود. پریگک کوچک به درخت به محبت سلام کرد و درخت هم به محبت سلامش را علیکم السلام گفت و خوش آمدید برایش گفت. ببینین چقدر مقبول این درخت چقدر مقبول است. 4 طرفش میوه ها کشال است. میوه های رنگارنگ چقدر مقبول معلوم میشه و چقدر خوش شده که پریگک دیده. درخت و پریگک کوچک گفت من سال هاست که در انتظار یک پریگک زیبا بودم.
شکر که تو آمدی. حالا بیا در شاخچه های من گاز بینداز. در گاز ساعتگیری کن. خوشبوی گلها را بو کن و از میوه های شیرین من بخور. اوه، چقدر مقبول، چقدر این درخت میربان است. گفته بیا در شاخه های ما گاز بنداز و بعد از او هم گل های خوشبو را بکو و هم از میوه های شیرین ما میتونی که استفاده کنی و ازش چی کنی؟ میوه های شیرین بخوری. و خوش شده که پریگک در این باغ آمده. چقدر خوب درخت میربان. خب ببینیم که پریگک چی کرده. پریگک کوچک بسیار خوش شد. دستمال ابریشمی را از جیب خود بیرون کرد و از رنگ‌های کمان رستم برای خود گاز انداخت. اینه ببینید پریگک چقدر مقبول معلوم میشه. برای خود گاز انداخته از او دستمال مقبوله که با کمان رستم رنگ ساختش. گاز انداخته و در گاز در این قسمت با نشسته. پریگک کوچک بسیار خوش به نظر میرسه. ببینید چقدر خوش است. درخت شاخچه پر از میوهش را برایش نزدیک کرد. پریگک از میوه شیرین درخت خورد و دهانش را شیرین کرد. اوه ببینین چقدر مقبول معلوم میشه. درخت بر میوه خود انداخته و پریگک در گاز وقتی که در گاز شیشته از میوه ها هم نوش جان میکنه و میخوره. بعد از او درخت برش چی گفته؟ درخت برایش گفت من بسیار خوش میشم که تو برای همیشه با من بمانی. اوه چقدر خوب. پریگک کوچک قبول کرد. درخت بزرگ با شاخچه های انبوی باغ خانه پریگک شد. چقدر مقبول. اینجا با خود خانه ساخته. در شاخچه های درخت مقبول پر از میوه پریگک با خود خانه ساخته. خب چی فکر میکنه؟ اطفال نازنین، اطفال دوست داشتنی که تا حال خوب قصه را گوش کردین، چی فکر میکنین بعد از این چی شده باشه؟ این پریگک مقبول و هوشیار ما دیگه چی کارا کرده باشه در این باغ؟ خب شما فکر کنین پیش خود و این قصه را همراه دیگه دوستاکای خوردتان و همراه خوارک بیادرکتان هم شریک بکنین. من از پیشتان امروز بازم رخصت میشم. روز دیگه قسمت سوم و آخر قصه را براتان میگم. شما تا او وقت فکر کنین که پریگک دیگه چی کارا کرده باشه در بین باغ. چقدر خوش معلوم میشه و چقدر از این میوه ها استفاده میکنه، از خوشبوی گل ها استفاده میکنه. حال خدا حافظ تا روز بعد که قسمت سوم و آخر قصه را براتان بگویم. خدا حافظ.